тоҷикистони азизи мо имрӯз дар татбиқи ҳадафҳои созанда ву ободгарона бахусус таъмини амнияти озуқаворӣ, истиқлолияти энергетикӣ, баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ ва ҳадафи чоруми мамлакат саноатикунонӣ бо суръат қадамҳои устувор мегузорад. имрӯзҳо гурӯҳҳои хиёнаткор аз хориҷи мамлакати мо ин ҳама пешравии муваффақиятро нодида гирифта ақидаҳои носолими худро тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн менамоянд. با مقصد پشتیبانی از سیاست امروزه پرزیدنت کشور پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان و قاطعانه محکوم کردن عملهای نوجوانمردانه تشکیلات اکستریمیستی در شهر و نواحی ولایت ما تدبیرهای ضروری راه اندازی کرده میشوند. امروز مردم سرجم آمده آنها را میان خود مورد تحلیل و آموزش قرار میدهند. پیام این سالهای جناب عالی را باز یک بار دیگر با دقت بیاموزند و مخصوصا به هر یک اشاره و هدایتی که شده است اهمیت دهند، برنامه‌ریزی کنند و ما باید محیطی را به وجود آوریم که جوانان ما، نسل نورس ما همیشه خود را در دایره نظر ما تصور کنند و بهترین عامل‌های تربیت و رشد را با خود بگیرند، چون که برای آینده سازی نسلی سالم، نسلی از نگاه علم و فن پیشرفته، نسلی از نگاه صحتی کامل تربیت یابد. جامعه کامل را، جامعه استوار را نسلی سالم می سازد و ما می توانیم که در سالهای نزدیک افتخار داشته باشیم که کشور ما در راه دموکراسی گام‌های استوار و پیش گذاشت و با خود را با کشورهای پیشرفته دنیا برابر کرد. راهی که دولت ما با سروری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت محترم امامعلی رحمان اختیار کرده است، راهی انتخاب و پیشرفت آزادانه، مراسا و مدارا، عدالت اجتماعی و ولایت قانون برای کل اعضای جامعه می باشد. مردم شرفمند تاجیک با درک عمیق و احساسی بلند وطنداری در اطراف پیشوای معظم خود متحد گردیده منفعت‌های ملی را حمایت نموده به اغوای خائنان ملت جواب‌های سزاوار داده ایستادند. ما همه حادثه و واقعه‌های سال‌های 90 عصر گذشته را باید در خاطر داشته باشیم که تا کدام اندازه خائنان ملت میان مردم علنگه آتش جنگ تحمیلی را برانگیختند و مردم را سرسام و سرگردان میلیون‌ها خسارات به اقتصادیات مملکت وارد کردند. ما باید به جوانان همیشه تاکید نماییم که هوشیاری و زیرکی را از دست نداده در حمایت این مرزبان و سیاست خردمندانه سروری دولت همیشه آماده باشند. خودشناسی و خودآگاهی، تحکیم احساسات ملت دوستی و وطن دوستی شعار همه ساکنان ولایت گردیده موفقیت‌ها در تمام ساحات خواجگی خلق نظر رسند. اما هوشیار باید بود، زیرا دشمنان ملت ما از خارج میخواهند میان مردم اغوا اندازند و جامعه آرام و آسایشته ما را باز ناآرام گردانند. اما اون زیرکی و هوشیاری که منتظم پرزیدنت تاکید میکنه، این زیرکی و هوشیاری سیاسی رو در طینت جوانان و اهل جامعه پروریده توانیم. برای همین با این جهت تربیه نسل نورس ما باید که از باغچه ها، مکتب ها، کالج و دانشگاه و دانشکده ها اهمیت ضروری روانه نماییم. زیرا که ما ملتی بودیم که مثلا ادبیات عالم شمول آفریدیم، علمی عالم شمول آفریدیم. وقتی که مردم دیگر دستورهای تعلیمی و تربیوی ما را آموخته راه درست رو در میابند. کارمندان کسب و کار گوناگون، آموزگاران و اهل زیاد، زنان و جوانان با قطعیت اظهار می‌نمایند که ما با مصلحت و کمک این خائنان وطن نیاز نداریم و نسبت افراطگرایی دینی و تفرقه اندازی مبارزه به امان میبریم. ساکنان سربلند ولایت ختان واقعا سیاست پیشگرفته بنیادکارانه رهبریت کشور را درک کرده کارهای آبادانی و سازندگی، تامین ولایت قانون، رشد ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات و استقبال ارزنده از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را وسعت تازه بخشیدند. در پیام‌های هر ساله‌شان جناب عالی این اندیشه را تاکید میکنند و در محل ها نیز یک سلسله چاره‌بینی‌های بسیار مهم و ضروری روی کار گرفته میشوند و اگر همین سطحی هم نظر اندازی میبینیم که برای به طرز حیات سالم جلب کردن جوانان در کشور ما بسیار کارهای مفید انجام داده شده است. دهها میدانهای ورزشی، تالارهای ورزشی، مرکزهای کسب و هنر آموزی، دانشکده و کالج‌های زمانوی و امروز جوانان که قشر آسیب پذیر حساب میشوند در مرکز دقت اهل جامعه قرار دارند و هدف از آن عبارت است که جوانان ما با فکر آن نفرانی که در خارج کشور ایستاده موفقیت های ما را دیده نمیتوانند، ما را سنگ میزنند، باور نکنند به گفته آنها. محض با
ҳаракати бунёдкоронаву созандагие ки дар ҷомеаи мо ҷараён дорад ҳамроҳ шаванд. ҳар кас дар ҷои кори худ, дар зинаи кори худ вазифадор аст ки ба ин чиз аҳамият диҳад. дар ҳақиқат халқи тоҷик аз азал бо фарҳангу ватандӯст буд. тоҷикистон кишвари бузург аст ва ҳама саросар ватанро дӯст медоранд, аз он ифтихор доранд, барои ҳимояи он омодаанд, ба қадри осудагию ваҳдат мерасанд ва бо талошҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳамбастагӣ ҳамаи мушкилотро рафт намуда давлати воқеан ободу зебои худро боз ҳам ободу гулгулшукуфон менамоянд. гулизор ҳасанзода, далел шарифзода, намозали эргаш, ахбор.